در شهر کلوگ روسیه 10 نوروز رو با اتهام دست کم 8 حمله به مهاجران و ثبت و نشر ویدیو این حمله ها دستگیر کردند. تلگرام کانال روسی باز و پیام خبر دادند که سرکردگان این گروه جنایتی عبارت از 9 پسر و یک دختر، یک خواننده 16 ساله صنف ده به نام سرگئی و دانشجوی نی 16 ساله تکنیکوم به نام ارتیوم بوده، آنها توسط الکساندر 14 ساله یگانه دختر در این بند ملتگرایان شخصان غیر اسلاویانی را با وعده ملاقات عاشقانه به دام یافتاندند و اگر مهاجران به ملاقات می آمدند همه کسای او را بهرمانه می زدند و این همه را به ویدیو گرفته در تلگرام نشر می کردند. بنا به فرضیه تفتیشات هدف بند به طور جسمانی از بین بردن شخصان غیر اسلاویانی بوده. در دوام نیم سال آنها به ضد مهاجران نه کمتر از 8 حمله انجام دادند. هدف حمله این گروه ملتگرایان زادگان ازبکستان و تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفتند. هنگام کوفتکوب از اعضای این بند کوردوسیلو راهنمایی طرز ساختن بمب و همچنین رمز سازمان تندرو اوکراینی پراوی سکتور را که در روسیه سازمان تروریستی شناخته شده فعالیتش ممنوع شده است پیدا کردند. به ضد دستگیر شدگان بر اساس ماده 272 علاوه 1 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تشکیل سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. خبرنگار پیام معین کرده است که یکی از تشکیل کنندگان این بند خواننده صنف دوم مکتب میانه بود. بند پیام گفته است که در مکتب اکثر خوانندگان خوب میدونستند که اعضای این بند به چه کار مشغولند. بنا به نقل شاهدان سرکرده بند نه فقط مهاجران بلکه خوانندگان مکتب را هم لطکوب میکرد و هم از وی میترسیدند. مقامات حفظ حقوق کلوگ تا کنون خبر بازداشت 10 عضو نورس بند ملتگرایان را رسما شرح ندادند، ولی بازداشت آنها را والی ولایت کلوگ ولادیسلاو شپاش در صحبت با کانال پیام تصدیق کرده است. هر آنچه که به زورآوری به ضد شخص ربط دارد خصوصا در چنین شکل گستاخانه این البته به چالش کشاندن جامعه است و یگان دلیل چنین رفتار را سفید کردن نمیتواند. این بار دیگر تاکید میکند که وقتی سخن درباره مناسبت‌های بین ملت‌ها میرود ما با چقدر یک موضوع اساس و نازک سر و کار داریم. تفتیشات باید مو را از خمیر جدا کرده همه انگیزه های این اعمال را معاین کنند. تحقیق این خیلی مهم است. اصرار داشته شپاش که با سیاست آشکارا به ضد مهاجرانش معروف بود و به نظر بسیاری از در دوره ریاست او ولایت کلوگ به یکی از مرکزهای اوج بدبینی نسبت به مهاجران تبدیل یافته است.